سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. ما امروز همراه سمبوسه بی‌نهایت ورقین تیار میکنیم. محصولات به ما لازم است: 600 گرم آرد، 400 میلی لیتر آب شیرگرم و یک قاشق نمک لازم است. ما در اول آرد را میگیریم و آب نمک همراه کرده آمیخته میکنیم. همین خمیر سمبوسه نمکش رسا کنیدم بینید خوشرو کشاده میشد، نمیچسبد تماما. من تخم لازم نیست. من خمیر سخت تیار میکنیم اکو. من خمیری ما تیار شد. به نهایت من سخت تیار کردم. کو 5-10 دقیقه نگاه میداریم. من برای درون سمبوسه ما چه روغن استفاده برم. من تیاپلینی من رنگی خضر به نهایت ویش نقص مغازه فروشد مغازه مگنیت به هست. من اینش باشه پیشکه و جیرش بلند، روغنش بلند، آبش کمتر. برای می هر دوشو من آمیخته کرده آب کرده درونش میمالم به نهایت ورقاش خوشرو بیاد. شما میتونید روغن گاو و روغن رستنی همراه کنید ورقاش به نهایت خوشرو بیاد. هر دوشو میکروفنوفکه آب میکنیم. من با آرد یک قاشق کرخمل همراه کردم برای کشادنی زواله ها به نهایت خوشرو کشاده میشه. خمیری ما دمگریف یک بار خمیره باید سلیق کنیم روشه. یک بار دیگه سخت‌تر زواله چکیده سخت روش. ما بس یک قسم تقسیم میکنیم. من زواله چای گرفتم که همیشه من بالا هم کرده. 5 دقیقه دیگه نگاه میداریم. اکنون زواله های میکشویم. من خمیره کشادم. من بسیار تونوک کرگیم نیه. من بسیار تونوک نمیکنیم. همه خمیره سمبوسه بسیار تونوک نمیکنیم که ورقش خوشرو نمیاد. من تخکره گرفته میمانیم. من همه خمیره کشادم. من روغن آب کردم که خوشرو کرده روغن میکنیم. دستتان که مالید خوبتر همه جاش بسیار خوشرو روغن میشه. دویم قسمش میگیریم. من ببینید تماما چسبیدگی نیوه که کشادیم کرخمل که من دویم قبطشم روغن میکنیم. من کوخش رو کلوله میکنیم. من همین بچکاشو در اون با قطع کرده میکنیم که به نهایت همه طرفش یخیل شود. تماما طرز پیچاندنش دیگر خیل است. از طرز پیچاندنش هم میکنیم انشالله. خمیر تیار شد. اکنون من به مدتی 2-3 ساعت به یخدان میگذاریم. همون به یخدان گذاریم. من سلفنی هم توی هم کنید میشه بسیار محکم کنید که هوا ندارد نخیر پس موقع نزند گدای خمیر ما. من خمیری ما هم دم گرفت. اکنون میبریم خمیره. خمیره 5 سانتی متر بریم. من 3 انگشت همیشه من وای میکنیم کارد میزنیم. من 3 انگشت مونده میبریم. همین چه کارد زدگی همه همراه ریشکی میبریم. بیانید ورقش خوشرو بیاد. من خودش جدا میشه. من بیانید خوشرو بیاد. من هر یک تشه می ریشکی که بریم. من به این ترتیب بریدنش من جدا میکنم. من کو کارت که بیانید چه جمع میکند. من کارت که بریدیم اینه ریشکی بریدیم. من همیشه جدا کردم. من بیانید بیا ورقاش بیانید خوشرو آمدگی. اکنون فرش تیار میکنیم. من گوشت و پیاز میده کردم. من کارتاشکا همراه میکنم. به نهایت ملایم میشه برای فرزندان نغز برای آدمای کلانسال به نهایت نغز میاد در این سمبوسه به کارتاشکا. ریپراوا نمک همراه میکنیم. همیشه خوشرو آمیخته میکنیم. فرش تیار شد. من این روغنچی گاوه یک دانه به داخلش میاندازیم. من همراه نکردم. نه ترسی کشادنش
mana همین لیلیکی کمام که تاب میتیم درونشه. نمی ورقش روش میستد. ما تنوگ میکنیم دستم ما که اکو منه دوتا دست که منه تاب داده نمیازانیم خمیره نه من یازاندم منه درونش اکو یک قاشق درونش به منه یک قاشق دو قاشق منه فرشه گذاشته منه فرشه گذاشته منه دونه روغنچه مانده منه شروع اهمی سرش محکم میکنیم منه من شروع سخت محکم کنم منه گرفتیم منه نمینجا شب منه دستامویه تیخه کاره منه شروع تاب میتیم اول منه برقشی بینی چه شروع که منه بخکره تنوگ میکنیم دستم وقتی منه فرش میگذاریم منه شروع محکم میکنیم اکو شروع ورقش آمد همشه میخواه کره میپیچونیم من سمبوسه رو کشادم برای شگانچی نمیمالیم خودش بینید ورقش خوشبان بیاد شما میتونید در خمیر سمبوسی سیاه کنج شکلم تیار کنید خیلی خواهشمند باشید روش به تخمالید لیکن بینید خودش ورقش خوشبان بیاد با مدتی 35-40 دقیقه با 200 درجه به تفتان میگذاریم من چگونه میبینید سمبوسه ما هم خودم چگونه میبینید سمبوسه ما به نهایت ورقی تیار شده اکنون درونش را بینیم چقدر تیار شده است ورقش بینید ورقی نکش رو پشتش ورقش به نهایت ورقی اجایی تیار شده شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید که کلیندی بهترین خاندان شوید کانال ما را دستگیری کنید پادپیساتسیا کنید و یار و دوستان را دعوت کنید خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید